درود دوستان، حاضر به طور مستقیم گشتین لایق رجبوف و یوسف رئیسوف رو تماشا کردم در لیگ ACBGG و متاسفانه لایق رجبوف با حساب 2-0 از یوسف رئیسوف مغلوب شد. دوستان، یوسف رئیسوف گشتینش خیلی خوب است و فکر میکنم که معلوم بود که یوسف رئیسوف غلبه میشود، چون که لایق رجبوف در جنگ رستو، جنگ مشزنی، بوکسش خیلی خوب است و گشتینش خوب است، ولی یوسف رئیسوف فکر میکنم که تجربهش زیادتر است در گشتین و میبینیم با فکر من که لایق رجبوف با لیگ ACA شاید شرطنامه بندد و در جنگ های MMA اشتراک کند در این لیگ. و دوستان فکرتون رو نویسید، چون که لایق رجبوف 35 سال دارد، جوان هم نیست و او از وزن 70 کیلو با وزن 77 کیلو گذشته است و فکر میکنم که 77 کیلو من حریفانش خیلی بزرگ هم هستند. نمیدونم، میبینیم که اگر در لیگ ACA شرطنامه بندد و یک بار جنگ نشان دهد و بینیم که چون که او خیلی وقتی که جنگ 1-2 سال شد با فیلم جنگ هم نکرده است، میبینیم خودش رو چی خیلی در لیگ ACA نشان میدهد. دوستان فکرتان رو در بابت لایق رجبوف نویسید. باید او برآمد کند در لیگ ACA MMA یا که به همین چی ورزشیش رو انجام دهد و با حیث مربی کار کند در یگان باشگاه، در یگان زل. فکرتان رو در کامنت ها درباره لایق رجبوف نویسید. و یک خبر خوش که دیروز در مسکو، در یکاترینبورگ، حلیم نظراللهیف بر ضد رافائل کوستا دستبالا شد. در راوند دوم با طریق نکاوت تکنیکی رافائل کوستا برزیلیایی رو مغلوب کرد که این برای حلیم نظراللهیف خیلی یک زینه بالا می شود، چون که حلیم نظراللهیف جوان است و رافائل کوستا تجربه خوب داشت، 14 برد و الان 5 باخت دارد و حلیم نظراللهیف باشد 13 برد، یگان باخت ندارد. و بعدی همین محاربه وقتی که حلیم نظراللهیف دستبالا شد، او با دانا وایت رئیس شرکت UFC از طریق رسانه ها پیام داد که من میخواهم در لیگ UFC جنگ کنم، چون که من با زبان انگلیسی، اون زبان انگلیسی را میدونسته و با زبان انگلیسی گفت که من خسته شدم ورزشکاران روسیه و آسیای میانه رو از زدن و من میخواهم که در شرکت UFC اشتراک کنم و ورزشکاران شما رو شکست دهم. این یک با قول دوستا یک ویزا خوب بود، این یک چالش خوب بود با قول انگلیسا و اگر دانا وایت این همون پیام رو بیند شاید میبینیم و حلیم نظراللهیف حاضر انتظار است ویزای خود رو و شاید که تا آخر سال در UFC شرطنامه بندد. دوستان فکرتون رو در این باره نویسید. حلیم نظراللهیف رو تبریک کنید با غلبه‌اش و دعا کنید که او در شرکت UFC شرطنامه بندد و امیدواریم که او قهرمان میشود، چون که او همیشه با پیوتر یانگ تمرین میکند و خیلی چیش هم خوب است. اما تجربه خوب دارد، یگان باخت ندارد و گوشتینش خوب است، راستا خیلی خوب جنگ میکند. دوستان در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان با تا امیدی دیدار.